آپارتمانمو به نام همسرم زدم و الان پشیمونم. آیا میتونم برش گردونم؟ با من همراه باشید. سلام. وقتی شخصی مال خودش رو مجانا به دیگری تملیک میکنه، در واقع هبه کرده. هبه قابل رجوعه و میتونه از بخشش خودش رجوع کنه. یک اظهارنامه براش بفرست با موضوع رجوع از هبه و بعد دادخواست اثبات رجوع از هبه رو به دادگاه تقدیم کن. در برخی از موارد هبه قابل رجوع نیست. هبه به پدر، مادر و فرزند قابل رجوع نیست. پس هبه به دوست، همسر یا برادر یا خواهر قابل رجوع، یا اینکه هبه از مالکیت هبه گیرنده خارج شده باشه. شما هبه کردی، الان فروخته، یا هبه معوض باشه و عوض گرفته شده باشه، تحویل گرفته شده باشه. شما در ازای یک واحد آپارتمان یک خودرو رو خواستی تحویل بگیری و خودرو تحویل گرفته شده. در اینجا باز هم هبه غیر قابل رجوعه. حتما کپشن رو مطالعه بفرمایید.